با سلام. با توجه به سوال خیلی از مشتری‌ها و بیمه‌گذارانمون در خصوص ماهیت و اینکه صرفاً بیمه بدنه به چه دردی می‌خوره و چه کاربردی داره، امروز می‌خواستم یه سری توضیحات راجع به پوشش‌های اصلی بیمه‌نامه بدنه خدمتتون ارائه بدم. اولین پوششی که خیلی مهم هست پوشش حوادث هست. یعنی اگر شما با خودروتون با خودروی دیگری یا یک جسم ساکنی تصادف بکنید، همچنین اگر خودروتون پارک باشه و یک خودروی دیگه یا جسمی به خودروی شما آسیب برسونه، تحت پوشش این بیمه نامه قرار میگیره و میتونید از بیمه بدنه استفاده کنید. مورد دوم، آتش سوزی سائقه و انفجار هست. در خصوص بروز هر یک از این خطراتی که عرض کردم، شما اگر به خودروتون خسارت وارد بشه میتونید از بیمه بدنتون استفاده کنید. و آخرین پوشش اصلی بیمه بدنه سرقت کلی خودروتونه. اگر خودروی شما به طور کامل سرقت بشه، باز هم میتونید از بیمه نامه بدنتون استفاده کنید. در ضمن بیمه بدنه یک سری پوشش‌های و خطرات اضافی هم داره که انشاءالله در ویدیوهای بعدی راجع به مهمترین ها، کاربردش و اینکه چگونه میتونید ازش استفاده بکنید توضیحاتی رو خواهم داد.